داستان‌های مثنوی معنوی. مولانا جلال الدین محمد بلخی. گویندگان مازیار و نیکی سنگری. داستان پرنده و صیاد. یکی بود یکی نبود. مردی شکارچی برای شکار صید راهی جنگل شد. دام رو پهن کرد و منتظر موند. از قضا پرنده کوچکی در دام افتاد، خوشرنگ و زیبا. صیاد که با دیدن اون خوشحال شد به خودش گفت: به به، چه زیباست، حتما خوشمزه هم هست، باید زود کبابش کنم و دلی از عزا در بیارم. پرنده بیچاره که قصدشو فهمیده بود با ترس و لرز گفت: من خیلی کوچیکم، میبینی که گوشتی ندارم، سیرت نمی کنم. حیف نیست که منو با این پره خوشرنگ بکشی و سیرم نشی؟ این همه گوسفند و گاو و خوراکی های جور و جور خوردی و سیر نشدی. مطمئن باش من که دیگه اصلا هیچ جای شکم تو پر نمی کنم. بذار برم، بچه ها منتظرن. اما صیاد که خیلی گرسنه بود راضی نمی شد. به همون یه ذره گوشتم راضی بود. پرنده فکری کرد و گفت: ببین، خودت میدونی که با خوردن من گرسنگیت رفت نمیشه و دوباره باید شکار کنی. اما اگه بذاری برم در عوضش 3 پنده ارزشمند بهت میدم که اگه جدی بگیری و عملش کنی سعادتمند میشی و بهترین سرمایه عمرت میشه. اولین پند و وقتی توی دستات هستم و آزاد نشدم میگم. آن یکی مرغی گرفت از مکر و دام. مرغ او را گفت: ای خواجه همام، تو بسی گاوان و میشان خورده ای، تو بسی اشتر به قربان کرده ای، تو نگشتی سیر از آنها در زمن، هم نگردی سیر از اجزای من. هل مرا تا که 3 پندت بردهم، تا بدانی زیرکم یا ابلهم. پرنده ادامه داد: اولیشو توی دستات میگم، دومی هم وقتی آزاد شدم و رفتم روی دیوار نشستم، سومی هم وقتی که رفتم و روی درخت بودم. اول آن پند هم در دست تو، ثانیش بر بام کهگل بست تو، وان 3 پندت دهم من بر درخت، که از این 3 پند گردی نیکبخت. مرد کمی فکر کرد و به خودش گفت: راست میگه، اصلا گوشتی نداره، به درد خوردن و پر کردن شکم گنده منم نمیخوره. در عوض اون پندها اگه خوب باشه میتونه زندگی نابسامان منو عوض کنه. به امتحانش میارزه. به نظرم پرنده باهوشیه، عقلش بیشتر از گوشتش به درد من میخوره. بالاخره مرد پذیرفت و در حالی که اونو تو دستاش گرفته بود گفت: خب بگو ببینم، اولیش چیه اون پندت؟ آنچه بر دست است این است آن سخن، که محالی را ز کس باور مکن. آری، مرغ که در دست صیاد بود به او گفت: اولین پند اینه که هیچ امر محال و غیر ممکنی رو باور نکنی. از هر کس که میخواد باشه، خلاصه زود باور نباش. صیاد که از این پند خوشش اومده بود
پرنده رو رها کرد تا دومی رو بشنوه. پرنده پر کشید و بر سر دیوار نشست. بر کفش چون گفت اول پند زفت، گشت آزاد و بر آن دیوار رفت. گفت دیگر بر گذشته غم مخور، چون ز تو بگذشت زان حسرت مبر. مرغ زیرک داستان ما که به روی دیوار نشسته بود پند دوم رو هم داد که هیچ وقت افسوس گذشته رو نخور. گذشته ها گذشته و دیگه کاری از دستت ساخته نیست. بی خودی خودت آزار نده. پرنده که حالا دیگه آزاد و رها شده بود خنده‌ای کرد و گفت من مروارید با ارزشی تو شکمم داشتم. 10 درم وزنش بود. اگه منو میکشتی مال تو میشد. اون وقت آخر عمرت تموم بودی و با زن و بچه زندگی راحتی داشتی. میدونی چه چیزی رو از دست دادی؟ مروارید حق تو و خانوادت بود، اما حیف که از دستت رفت. بعد از آن گفتش که در جسمم کتیم، 10 درم سنگ است یک در یتیم. دولت تو بخت فرزندان تو، بود آن گوهر به حق جان تو. فوت کردی در که روزیت نبود، که نباشد مثل آن در در وجود. القصه: صیاد به محض اینکه حرفاشو شنید ناله و شیون و آغاز کرد که حالا چی کار کنم؟ ای کاش گول تو پرنده مکار رو نمیخوردم. حیله‌گر، ای وای مرغ از قفس پرید، دیدی گولم زدی؟ آنچنان که وقت زادن حامله ناله دارد، خواجه شد در غلغله. مرغ گفتش نی نصیحت کردمت، که مبادا بر گذشته دی غمت. چون گذشت و رفت غم چون میخوری، یا نکردی فهم پندم یا کری. وان دوم پندت بگفتم کز زلال، هیچ تو باور مکن قول محال. من نیم خود 3 درم سنگ ای اسد، 10 درم سنگ اندرونم چون بود. پرنده گفت مگه همین حالا نصیحتت نکردم که افسوس گذشته رو نخور؟ گذشته ها گذشته. فکر کنم نفهمیدی یا اصلا نشنیدی. مگه نگفتم امر محال باور نکن؟ ساده لوح، وزن من به زوری 3 درم میشه. آخه چطوری گوهر 10 درمی داخل شکم من جا میشه؟ یه خورده فکر نکردی و الکی داری هرس میخوری؟ خواجه باز آمد به خود، گفتا که هین بازگو آن پند خوب سومین. گفت آری خوش عمل کردی بدان، تا بگویم پند ثالث رایگان. پند گفتن با جهول خوابناک، تخم افکندن بود در شوره خاک. صیاد پس از آه و ناله به مرغ گفت خب بابا حالا پند سومو بگو ببینم. مرغ دانا جواب داد نه خیر، هرچی به اون 2 عمل کردی به 3 هم میکنی.
اصلا به اونا توجه نکردی. دیگه سومی رو رایگان نمیگم. پر کشید و رفت. برگذشته حسرت آوردن خطاست، باز ناید رفته یاد آن هباست.